اگه تو هم به ذرت مکزیکی علاقه داری با من همراه شو تا دستور پخت این ذرت ها رو با هم دیگه یاد بگیریم. ابتدا ساقه قارچ ها رو جدا میکنیم و خیلی ریز خردشون میکنیم. مقداری کره رو اضافه میکنیم. قارچ هایی که ریز خوردشون کردیم هم اضافه میکنیم. میذاریم قشنگ آبش وقتی گرفته شد اون موقع ذرت رو اضافه میکنیم. یه مقدار کمی آب لیمو اضافه میکنیم به خاطر اینکه رنگ قارچ سفید بمونه. نوبت به اضافه کردن ذرت ها میرسه. بستگی داره برای چند نفر بخوایم دیگه. برای هر نفر حدوداً نزدیک به 1 لیوان میتونین اضافه کنید. یکم که تف خورد ادویه رو بهش اضافه میکنیم. یه قاشق چای خوری آبیشن، نمک و فلفل سیاه. نوبت به اضافه کردن سس میرسه. میکس مایونز و فرانسوی. حالا هر چقدر که این دیگه سلیقه‌ایه، هر چقدر که خودتون از هر کدوم بیشتر دوست دارین میتونین بیشتر کنین، کم و زیادش کنین یا اصلا سسشو کمتر بزنین، بیشتر بزنین. حالا نوبت به اضافه کردن اصل داستان میرسه، پنیر پیتزا که ترجیحاً از مارک خوب استفاده کنین. به خاطر کشی که میاد حتما سعی کنین از مارک خوب استفاده کنین که الان مارک خوب تو بازار متهر خوبه، پگا و کاله و حالا مارکای دیگه. و به ذرت مکزیکی ما آماده است با این غلظت. ممنون میشم ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، انرژی بدین و اینکه تو کامنت ها بگین که چه غذایی رو دوست دارین. برای دفعه بعدی براتون حتما میپزمش.